151 گفته اگر وارون تابع fx به این صورت در بزرگترین بازه‌ای که نزولی jx باشه بگو حاصل jx کدوم گزینه است. بچه با توجه به این که توی ضابطه قدر مطلق دارم، من توی قدم اول ترجیح میدم از شر قدر مطلق خلاص شم. بنابراین میام دو حالت در نظر میگیرم. حالت اول میگم x بزرگتر مساوی 6 باشه. توی این حالت داخل قدر مطلق مثبت میشه و خودش از قدر مطلق میاد بیرون. بنابراین fx برابر میشه با x منهای 2 در x منهای 6 که میشه x2 منهای 8x به علاوه 12. یه تابع درجه 2 که با توجه به این که ضریب x2 مثبته شکلش یه سهمیه رو به بالاه، مثلا به این صورت. این نقطه رأس سهمیه. بچه x رأس سهمی میشه منهای b به روی 2a که برابر میشه با 4 و همون جور که میبینید این تابع درجه 2 بعد از رأس صعودیه. شما تو چه بازه‌ای میخوای؟ تو بازه x های بزرگتر مساوی 6، یعنی مثلا این قسمت اینجا اگر 6 باشه یعنی اینجا رو کار داری. آیا تو این بازه نزولیه؟ نه، صعودیه. پس این بازه مد نظر من نبوده. بریم سراغ حالت بعدی. اگر x کمتر از 6 باشه در این صورت داخل قدر مطلق منفی میشه و قرینش میاد بیرون. بنابراین fx برابر میشه با منهای x منهای 2 در x منهای 6 که برابر میشه با منهای x2 به علاوه 8x منهای 12. یه تابع درجه 2 که ضریب x2 منفیه، بنابراین شکلش یه سهمیه رو به پایینه، مثلا به این صورت. این نقطه رأس سهمیه، x رأس سهمی میشه منهای b به روی 2a که برابر میشه با 4 و همونجور که میبینید بعد از رأس این تابع نزولیه. اما حواست باشه من x کمتر از 6 رو میخوام. فرض کن اینجا باشه x مساوی 6، یعنی کدوم بازه مد نظرمونه؟ این بازه. توی این بازه تابع نزولیه، پس x من میشه بین 4 تا 6. بزرگترین بازه‌ای که تابع fx توی اون بازه نزولی باشه رو پیدا کردم. حالا از من چی رو میخواد؟ مقدار تابع وارون توی نقطه 3. بچه توی تابع وارون اگر ورودی 3 باشه و ما دنبال خروجی بگردیم، معادل اینه که توی تابع اصلی خروجی 3 باشه دنبال ورودی بگردیم. طبق این روش دیگه نمیرم ضابطه تابع وارون رو پیدا کنم، میام خروجی رو مساوی 3 قرار میدم و ورودی رو پیدا میکنم. پس میشه x2 منهای 8x به علاوه 15 مساوی 0. تجزیهش کنید میشه x منهای 3 در x منهای 5 مساوی 0. یه بار x میشه 3، یه بار x میشه 5. ولی x مساوی 3 توی بازه مد نظر من نیست، بنابراین غیر قابل قبوله و x مساوی 5 رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب میکنیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 152 گفته اگر fx به این صورت باشه و بدونیم m منفی 1 نمیشه، به ازای کدوم مقدار m طول نقاط برخورد f و f وارون منفی 5. بچه تابع fx همونجور که میبینید یه تابع هموگرافیکه. وارون تابع هموگرافیک رو چجوری می نوشتیم؟ گفتیم ضریب x توی صورت و این عدد ثابت توی مخرج هم جاشون رو عوض میکنن هم قرینه میشن. بنابراین ضابطه f وارون x برابر میشه با منهای mx به علاوه 1 به روی 2x منهای 1. حالا از من چی رو میخواد؟ نقاط برخورد f و f وارون. کافیه بیام f رو مساوی f وارون قرار بدم. پس میگم در نتیجه x به علاوه 1 به روی 2x به علاوه m مساوی منهای mx به علاوه 1 به روی 2x منهای 1. یه طرف این وسط این کنید میشه 2x2 به علاوه 2x منهای x میشه به علاوه x منهای 1 مساوی منهای 2m در x2 2x اینجا منهای m2 در x که میشه 2 منهای m2 در x به علاوه m. حالا یکم ساده تر کنید، مرتب بنویسیدش. ضریب x2 اینجا 2، ضریب x2 منهای 2m بره اونور میشه مثبت 2m، پس میشه 2 به علاوه 2m در x2. ضریب x مثبت 1، ضریب x 2 منهای m2 بره اونور میشه m2 منهای 2،
به علاوه 1 بشه میشه m2 منهای 1 در x. عدد ثابت منهای 1، عدد ثابت m بره اونور میشه منهای m. از یه منها هم فاکتور بگیر میشه منهای m به علاوه 1 مساوی 0. از من چی رو میخواد؟ مجموع طول نقاط برخورد، مجموع ریشه ها. مجموع ریشه ها رو با S نمایش میدادیم توی معادله درجه 2 و برابر میشد با منهای B به روی A که این قراره بشه منهای 5. پس در نتیجه میگم B عام باید بشه 5. بچه B چی بود؟ ضریب X میشه M2 منهای 1. طبق اتحاد مزدوج می نویسمش M منهای 1 در M به علاوه 1. A هم ضریب X2 بود، از یه 2 هم فاکتور بگیرم میشه 2 در M به علاوه 1. حالا با توجه به اینکه M مخالف منفی 1، این M به علاوه 1 از صورت و مخرج خط میخوره. پس میگم M منهای 1 دوم باید بشه 5، بنابراین M باید بشه 11. اما نمیرم سریع گزینه 2 رو انتخاب کنم چون یه گزینه هیچ مقدارم دارم. بچه باید بیام چک کنم ببینم به ازای این m مساوی 11 شرط دلتا بزرگتر مساوی 0 برقرار هست یا نه. چون شما میدونید زمانی میتونید از SOP استفاده کنید یا به عبارتی زمانی SOP معنی داره که حداقل یه ریشه وجود داشته باشه. اگر دلتا منفی بشه، اگر اصلا ریشه‌ای وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً SOP بی‌معنیه و من نمیتونم از اونها استفاده کنم. بریم ببینیم آیا به ازای m مساوی 11 این شرط برقرار هست یا نه. اگر m رو بذارم 11، عدد ثابت توی این معادله درجه 2 میشه منهای 12 و ضریب x2 میشه 24. در واقع سی عام منفیه و شما میدونید توی این شرایط دلتا حتما مثبته. پس این m مساوی 11 برای من قابل قبوله. گزینه 2 رو به عنوان گزینه صحیح انتخابش میکنیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 153 سوال کنکور سال 1400 برای رشته ریاضیه که عیناً تکرار شده. سوال گفته نمودار این منحنی رو کا واحد در راستای قائم، کا منهای 2 واحد در جهت افقی چنان انتقال میدهیم که منحنی جدید وارونش رو در نقطه با عرض 1 قطع کنه. بعد گفته این منحنی حاصل رو یه واحد میاریم پایین، بگو طول نقطه برخورد منحنی به دست اومده با محور x ها کدوم گزینه است. بچه نکته ای که وجود داره اینه که همه شما میدونید تابع y مساوی رادیکال x که شکلش به این صورته، با توجه به اینکه یه تابع صعودی اکیده وارون خودش رو روی خط y مساوی x قطع میکنه. بچه این نکته برای تابع y مساوی رادیکال منفی x هم برقراره. یعنی این تابع هم وارون خودش رو روی خط y مساوی x قطع میکنه. حالا شما اگر این توابع رو در جهت افقی یا در جهت عمودی منتقل کنید بازم این نکته برقراره. یعنی بازم وارون خودشون رو روی خط y مساوی x قطع میکنن. حالا ببین منحنی که به شما داده y مساوی 4 رادیکال 4 منهای x که شکلش به این صورته. طبق نکته‌ای که گفتم اگر شما این تابع رو در جهت افقی یا عمودی انتقال بدی بازم وارونش رو روی خط y مساوی x قطع میکنه. یعنی نیمساز ناحیه 1 و 3. خودش گفته وارونش رو در نقطه به عرض 1 قطع میکنه. چون روی خط y مساوی x پس نقطه تقاطع میشه 1 و 1. حالا گفته منحنی حاصل رو یه واحد بیار پایین. خب یش منهای 1 بشه میشه نقطه 1 و 0. چیو از شما میخواد؟ محل برخورد با محور x ها. خب بچه همین نقطه میشه محل برخورد با محور x ها دیگه، جایی که یش 0. پس گزینه 3 رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب میکنیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 154 گفته اگر تابع fx به این صورت باشه بگو دامنه این تابع شامل چند عدد صحیح نمیشه. بچه همه شما میدونید که f وارون او f وارون x برابر میشه با f وارون x. دامنه این توابع مرکب رو چجوری محاسبه میکردیم؟
میگفتیم x اول باید وارد تابع f وارون بشه، پس x باید عضو دامنه f وارون باشه، به طوری که حالا خود این f وارون هم میخواد به عنوان ورودی وارد تابع f وارون بشه، پس میگم f وارون x هم باید عضو دامنه f وارون باشه. خب ضابطه fx رو داریم، همون جور که میبینید برای محاسبه این دامنه ها نیاز داریم ضابطه تابع وارون هم پیدا کنیم تا این قسمت و این قسمت رو محاسبه کنیم، بینشون اشتراک بگیریم و اون اشتراک رو به عنوان دامنه این تابع معرفی کنیم. اما بچه‌ها قبل از اینکه برم سراغ ضابطه تابع وارون میخوام fx رو یکم ساده تر بنویسم. اگر از x صورت فاکتور بگیرم میشه x در x منهای 2 و اگر از x مخرج فاکتور بگیرم میشه x در x به علاوه 1. بنابراین fx برابر میشه با این x و از صورت و مخرج خط میزنم، میشه x منهای 2 به روی x به علاوه 1، ولی حتما حواسم هست که x باید مخالف صفر باشه. بچه وقتی شما یه عبارتی رو از صورت و مخرج خط میزنید حتما باید شرط مخالف صفر بودنش رو اعمال کنید. اصلا اگر خاطرتون باشه ما خیلی تاکید کردیم که دامنه توابع رو قبل از ساده سازی به دست بیارید. خب بچه تابع fx یه تابع هموگرافیکه، وارونش رو چجوری می نوشتیم؟ گفتیم ضریب x توی صورت و این عدد ثابت توی مخرج هم جاشون رو عوض میکنن هم قرینه میشن، بنابراین ضابطه تابع وارون برابر میشه با منهای x منهای 2 به روی x منهای 1. ضابطه تابع وارون رو پیدا کردم، بریم سراغ محاسبه دامنه ها. x باید عضو دامنه f وارون باشه. f وارون یه tابع کسریه، دامنش میشه r منهای ریشه مخرج. ریشه مخرج x مساوی 1، پس این قسمت داره میگه آقا جون x 1 نشه. از طرفی شما توی تابع اصلی گفتید ورودی نباید صفر بشه، این جمله معادل اینه که توی تابع وارون خروجی صفر نشه. خب برای اینکه این تابع صفر نشه کافیه صورتش صفر نشه، یعنی منهای x منهای 2 مخالف صفر باشه و از اینجا x به دست میاد مخالف منفی 2. پس میگم x منفی 2 هم نباید باشه. حالا دیدی این چقدر شرط مهمیه؟ اگر من اینجا x مساوی x مخالف صفر رو نمی نوشتم، اینجا x مخالف منفی 2 رو پیدا نمی کردم. پس حتما باید به این نکته خوب دقت کنید. بریم سراغ ادامه کار. حالا میگه این f وارون هم باید عضو دامنه f وارون باشه. f وارون هم میگه مخالف 1 و مخالف منفی 2 باشه. پس میگم یه بار منهای x منهای 2 به روی x منهای 1 رو مخالف 1 میذارم که نتیجه میشه منهای x منهای 2 مخالف x منهای 1، 2x مخالف منهای 1 و x مخالف منهای 1 دوم. یه بارم میام این منهای x منهای 2 به روی x منهای 1 رو مخالف منفی 2 میذارم، پس میشه منهای x منهای 2 مخالف منهای 2x به علاوه 2 و از اینجا x مخالف 4 به دست میاد. قراره بین این دو قسمت اشتراک بگیریم، این میگه مخالف 1 مخالف منفی 2، این میگه مخالف منفی 1 دوم مخالف 4. اشتراکشون میشه چی بچه ها؟ دامنه f وارون او f وارون برابر میشه با r منهای 1 منهای 2 منهای 1 دوم و 4. چند تا عدد صحیح رو شامل نمیشه؟ حواست باشه منهای 1 دوم صحیح نیست، صحیح ها 1 منهای 2 و 4. 3 تا عدد صحیح رو شامل نمیشه، گزینه 3 رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب کنید. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 155 گفته اگر fx به این صورت باشه بگو مجموع ریشه های این معادله کدوم گزینه است؟ بچه شما میدونید که ترکیب هر تابع با وارونش میشه تابع همانی یا همون ورودی تابع. الان f وارون x میشه خود x، بنابراین میگم x شده x4 منهای 2x2 به علاوه x. x از طرفین خط میخوره، پس x4 منهای 2x2 برابر 0 میشه. اگر از یه x2 فاکتور بگیرم میشه x2 در x2 منهای 2 مساوی 0
که نتیجه میشه یه بار x مساوی 0، یه بار x مساوی مثبت رادیکال 2 و یه بار هم x میشه منهای رادیکال 2. از من چی رو میخواد؟ مجموع ریشه ها. اما نری یه موقع این ستا رو با هم جمع بکنی و بگی مجموع میشه 0 و گزینه 1 رو انتخاب کنی ها. این کاملا غلطه. بچه توی حلمون ما اصلا به دامنه توجه نکردیم. دامنه این تابع یعنی دامنه تابع f وارون x میشه چی؟ x باید عضو دامنه f وارون بشه. نمیخواد بری f وارون رو محاسبه کنی. این جمله معادل اینه که x باید عضو برد f باشه. شما میدونید دامنه f وارون همون برد f. خب تابع fx هم داریم. fx شده x به علاوه جزء صحیح x. شکلش به چه صورت بود؟ این شکلی بود. این نقطه 0، این نقطه 1، این هم 1 و به همین ترتیب تا آخر ادامه پیدا می‌کرد. اینجا 2، اینجا 3 و الی آخر. این قسمتش هم به این صورت بود. اینجا نقطه منهای 1، اینجا منهای 2 و الی آخر. خب حالا x مساوی 0 عضو برد f هست؟ بله. پس x مساوی 0 قابل قبوله. بچه ها رادیکال 2 تقریباً 1/14. 1/14 میشه اینجاها. آیا 1/14 عضو برده؟ نه. پس این نقطه غیر قابل قبوله. منهای رادیکال 2 تقریباً میشه منهای 1/14. منهای 1/14 میشه تقریباً اینجاها. آیا عضو برده؟ بله. بچه برد رو چجوری پیدا میکردیم؟ تصویر نمودار روی محور ایگرگ ها به من برد رو میداد. اگر اینو تصویر کنم روی محور ایگرگ ها نقطه منهای 1/14 رو شامل میشه. پس این نقطه هم قابل قبوله. حالا بگو مجموع ریشه ها میشه چی؟ 0 به علاوه منهای رادیکال 2. جواب میشه منهای رادیکال 2 یعنی گزینه 3. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 156 گفته اگر تابع fx به این صورت باشه بگو ضابطه f وارون کدوم گزینه است؟ بچه برای نوشتن ضابطه f وارون توی قدم اول باید x رو تنها می کردیم. یعنی عبارت رو به صورت x مساوی یه چیزی می نوشتیم. بعد توی قدم بعدی می اومدیم جای x و y رو عوض می کردیم. به جای x میذاشتیم f وارون x و به جای y میذاشتیم x. میخوایم بریم این کار رو توی این سوال انجام بدیم. اما قبلش میخوام یه اتحاد رو براتون یادآوری کنم. اتحاد مکعب دو جمله‌ای. بچه‌ها a به علاوه b به توان 3 برابر میشد با a به توان 3 به علاوه b به توان 3 به علاوه 3a2b به علاوه 3ab2 که این رو به این صورت هم میتونستیم بنویسیم. A3 به علاوه B3 از یه 3AB فاکتور بگیر میشه 3AB در A به علاوه B. حالا توی این عبارتی که داریم این fx همون y، این قسمت رو میگیرم همون A، این قسمت رو هم میگیرم B. توی قدم اول برای تنها کردن x میتونم طرفین رو به توان 3 برسونم که فعلا این فرجه 3 ها از بین بره. پس چی میشه؟ میگم y به توان 3 برابر میشه با a به توان 3. این فرجه 3 از بین میره میشه x3 به علاوه رادیکال x6 به علاوه 1 به علاوه b به توان 3. این عبارت هم به توان 3 برسه این فرجه 3 از بین میره میشه x3 منهای رادیکال x6 به علاوه 1 به علاوه 3 برابر حاصل ضرب. بچه‌ها اگر این دوتا عبارت رو در هم ضرب بکنیم این فرجه 3 یکسانه سر جاش میمونه. عبارت داخل رو در هم ضرب بکنیم اگه دقت کنی اتحاد مزدوجه میشه اولی به توان 2 یعنی x به توان 6 منهای دومی به توان 2 x6 به علاوه 1 در آیه به علاوه b. بچه آیه به علاوه b هم که همون ایگرگه، همون ایگرگ رو سر جاش قرار میدم. خب یکم ساده ترش کنیم. بچه این عبارت با این خط میخوره. x6 منهای x6 با هم میره میشه فرج سوم منفی 1 که حاصلش میشه منهای 1. بنابراین میشه y3 این منهای 3y هم ببرم اون ور میشه به علاوه 3y
مساوی 2x3. بنابراین x به توان 3 میشه y3 به علاوه 3y دوم و برای اینکه x رو تنها داشته باشم میام از طرفین رادیکال با فرجه 3 میگیرم. پس x برابر میشه با فرجه سوم y3 به علاوه 3y دوم. خب بچه ها x رو تنها کردم، یعنی رسیدم به x مساوی یه عبارتی. حالا کافیه جای x و y رو عوض کنم. گفتیم به جای x میذاریم همون f وارون x میشه فرج سومه، به جای y هم میذاریم x میشه x3 به علاوه 3x دوم و گزینه 2 رو به عنوان گزینه صحیح انتخابش میکنیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 157 گفته اگر f 1 به 1 باشه و این نقطه روی این تابع باشه بگو کدوم نقطه حتما روی این یکی تابع قرار میگیره. بچه ها گفته نقطه 1 و 3 روی این تابع، یعنی اگر به جای xش بذارم 1 یش میشه 3. بنابراین 3 برابر میشه با 2 تا f1 به علاوه 1 یعنی 2 به علاوه 5. از اینجا 2 تا f2 میشه منهای 2 و f2 به دست میاد منهای 1. شما میدونید که اگر نقطه 2 و منهای 1 عضو f باشه، نقطه منهای 1 و 2 عضو f وارونه. بنابراین از این رابطه من نتیجه میگیرم f وارون منهای 1 میشه 2. توی این رابطه اگر من بخوام به f وارون منهای 1 برسم باید 5 منهای x بشه منهای 1 و از اینجا x میشه 6. خب توی این رابطه اگر من به x بدم 6 یش میشه چی؟ y برابر میشه با 4 تا f وارون 5 منهای 6 میشه منهای 1 منهای 2. f وارون منهای 1 که شده 2. 4 ضرب در 2 8 منهای 2 میشه 6. پس توی این تابع اگر به xش بدم 6 یش میشه 6. پس نقطه 6 و 6 حتما روی این تابع قرار داره. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 158 گفته اگر این عبارت وارون این تابع باشه بگو حاصل آی به علاوه b به علاوه c کدوم گزینه است؟ خب بچه ایده ای که برای حل این سوال به ذهنم میرسه اینه که بیام از روی ضابطه fx ضابطه f وارون رو خودم به دست بیارم، بعد با این چیزی که طراح داده مطابقت بدم و مجهولا رو پیدا کنم. خب بریم سراغ محاسبه. توی قدم اول باید x رو تنها کنیم. این که بچه همون y یه طرفین وسطین کنید، همه رو ببرید یه سمت، میشه 3x2 منهای 6yx به علاوه b مساوی 0. خب من میخوام برسم به x مساوی یه چیزی. این معادله درجه 2 رو به روش دلتا حل میکنم. x مساوی میشه با قرینه b یعنی 6y مثبت منفی رادیکال دلتا. دلتا میشد b2 منهای 4 ac یعنی 36y2 منهای 12b به روی 2a که برابر میشه با 6. خب یکم ساده ترش کنید. x برابر میشه با این 6 با 6 ساده میشه y مثبت منفی رادیکال این 6 هم بنویسید رادیکال 36 با 36 ساده میشه y2 منهای b سوم. خب بچه x رو تنها کردم، حالا باید چیکار کنم؟ بیام جای x و y رو عوض کنم. به جای x میذاریم f وارون x، به جای y هم میذاریم x. بنابراین f وارون x برابر میشه با x مثبت منفی رادیکال x2 منهای b سوم. فقط بچه یه نکته توی تابع اصلی گفته باید ورودی مثبت باشه، پس توی تابع وارون خروجی باید مثبت باشه، پس این منفیش رو میذارم کنار. ضابطه f وارون رو خودم پیدا کردم، با چیزی که طراح داده مطابقت میدم. ضریب x 1 ضریب x آ، پس آ برابر میشه با 1. ضریب این رادیکال 1 ضریب این رادیکال c، پس c برابر میشه با 1. x2 که سر جاشه، این 1 هم منهای b سومه، پس منهای b سوم شده 1 و از اینجا b به دست میاد منهای 3. از من چی رو خواسته؟ حاصل جمع اینا.
1 به علاوه 1 به علاوه منهای 3 حاصل میشه منهای 1 و گزینه 3. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 159 میگه اگر توابع f و j وارون پذیر باشن و این رابطه برقرار باشه و f وارون 4 بشه منهای 2، بگو j وارون 7 کدوم گزینه است؟ خب بچه ها f وارون 4 شده منهای 2، پس من نتیجه میگیرم f منهای 2 باید بشه 4. برای اینکه توی تابع f به ورودی منهای 2 برسم، توی اینجا باید 4x به علاوه 2 بشه منهای 2، پس باید 4x بشه منهای 4 و x بشه منهای 1. اگر اینجا بخوام به ورودی منهای 2 برسم، منهای 3x منهای 5 باید بشه منهای 2، پس منهای 3x باید بشه 3 و x میشه منهای 1. اینم همون نتیجه رو داد. خب بریم ببینیم توی این رابطه اگر من به جای x بذارم منهای 1 چه اتفاقی میفته؟ اگر به جای x بذارید منهای 1، این میشه f منهای 2 به علاوه 2 تا f منهای 2 مساوی 3 تا j به جای x گذاشتم منهای 1. منهای 1 ضرب در 2 میشه منهای 2، منهای 1 میشه منهای 3 منهای j منهای 3 به علاوه 5. خب بچه ها f منهای 2 چی بود؟ 4. این میشه 4، اینم 2 ضرب در 4 میشه 8. 3 تا j منهای 3 منهای j منهای 3 این میشه 2 تا j منهای 3 به علاوه 5. یکم سادهش کنید. 4 و 8 12 مساوی میشه با 2 تا j منهای 3 به علاوه 5. 5 رو ببرید اون ور، 2 تا j منهای 3 میشه 7 و از اینجا j منهای 3 میشه 7 دوم. خب بچه چه نتیجه میگیرم؟ پس میگم j وارون 7 دوم میشه منهای 3. شما میدونید اگر نقطه منهای 3 و 7 دوم عضو j باشه، نقطه 7 دوم و منهای 3 عضو j وارونه. از من چی رو پرسیده؟ j وارون 7 دوم که شد منهای 3 و گزینه 3 رو به عنوان گزینه صحیح انتخاب میکنیم. بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال 160 توابع f و j رو داده و از شما خواسته بگید حاصل ضرب ریشه های این معادله کدوم گزینه میشه. بچه ها به من بگید ترکیب f وارون با چه تابعی میشد همانی؟ با خود f. در واقع شما میدونید که f وارون fx برابر میشه با x. خب از اینجا چه نتیجه‌ای میگیریم؟ میگم 2 تا jx باید بشه fx. خب ضابطه های f و j رو دارم، کافیه جایگذاری کنم. پس میگم 2 تا فرض سوم 2x منهای 1 میشه x3 به علاوه 1. پس نتیجه میگیرم x3 به علاوه 1 دوم میشه فرض سوم 2x منهای 1. در واقع سوال از من حاصل ضرب ریشه های این معادله رو پرسیده. اما بچه اگر خوب به این دوتا تابع دقت کنید میبینید که این دوتا وارون همدیگر. در واقع سوال از شما نقاط برخورد f و f وارون رو پرسیده. ببینید توی تابع اول اگر x وارد بشه اول به توان 3 میرسه، بعد حاصل به علاوه 1 میشه، بعد تقسیم بر 2 میشه و در نهایت y یا fx به دست میاد. برای پیدا کردن تابع وارون جای x و y رو عوض میکنیم. به جای y میذارم x. و شما میدونید که عملکردهای f و f منفی 1 f و f وارون عکس هم دیگن. اگر f 5 تا اضافه کنه f وارون 5 تا کم میکنه. اگر f به توان 3 برسونه f وارون رادیکال با فرضیه 3 میگیره. بنابراین برای پیدا کردن تابع وارون میگم اینجا تقسیم بر 2 شده، اینجا ضرب در 2 میکنه. به علاوه 1 شده، اینجا منهای 1 میکنه. به توان 3 رسونده، اینجا رادیکال با فرضیه 3 میگیره و حاصل میشه f وارون x. پس ببین خیلی راحت تونستم ضابطه f وارون رو پیدا کنم. همون فرض سوم 2x منهای 1 شد.
پس در نهایت متوجه شدیم که این دوتا وارون همدیگن و سوال از من نقاط برخورد F و F وارون رو میخواد. اما یه نکته دیگه، همه شما میدونید اگر F تابع سعودی اکید باشه وارونش رو روی خط Y مساوی X قطع میکنه. برای پیدا کردن نقاط برخورد به جای اینکه بری F مساوی F وارون رو حل کنی میتونی F مساوی X رو حل کنی، چون گفتیم نقاط برخورد روی خط Y مساوی X. خب پس به جای حل این معادله من میام x3 به علاوه 1 دوم رو مساوی x قرار میدم. پس نتیجه میشه x3 منهای 2x به علاوه 1 مساوی 0. یه معادله درجه 3 که مجموع ضرایبش صفره. پس یکی از ریشه ها میشه x مساوی 1. پس عامل x منهای 1 دارم، میشه x منهای 1 در، به جای اینکه برم تقسیم کنم خیلی راحت میتونم این پرانتز دوم رو به دست بیارم. برای اینکه x3 ایجاد بشه اینجا x2 میذارم، یه منهای x2 ایجاد شده که باید از بین بره چون من x2 اینجا ندارم، پس یه به علاوه x میذارم و برای مثبت 1 اینجا یه منهای 1 میذارم. الان شما این دوتا رو در هم ضرب کنی میشه x3 منهای 2x به علاوه 1. حالا این مساوی 0 باید بشه. ریشه این 1. من عدد دقیق ریشه ها رو نمیخوام. چی رو میخوام؟ حاصل ضرب ریشه ها. بچه حاصل ضرب ریشه های این میشه چی؟ میشه سی آم که میشه منهای 1. منهای 1 ضرب در مثبت 1 جواب میشه منهای 1 و گزینه 2. بریم سراغ سوال بعد.